زندگی به آرزو شیرین نبود، زندگی را آرزو شیرین نمود. به همه شما سلامتی خواهان هستم. السلام علیکم. دیروز یک جوان نامه نوشت، پیش از او یک دختر هم نوشته بود. دیروز یک جوان نوشت، گفت اکه چیکار کنم، میخواهم دست به خودکشی زنم، زندگی در دلم زد است و فلان و فلان. کمی فعلم آمد و کمی غمگین هم شدم. گفتم چی شد؟ یک معمای گفت که معما به نهایت کوچک بود. گفتم تو مرد هستی؟ تو مرد هستی؟ مرد کی را میگوین؟ آنه که به پستی و بلندی زندگی طاقت میکند، اما معمای تو در نزد دیگران شاید خندآور باشد، یک پیاله چای شاید برای نوشیدن. با او کمی صحبت کردیم و دیروز و خودی حاضر هم چند ساعت قبل نامه هم اومد. از نامه ما از افغانستان بود. یک برادر افغانستانی ما هم نیز گفت که برادرم، بسیار معماهای پی هم دارم، دشواری ها دارم. صحبت کردیم، در مدت صحبت طاقت کرده نتوانست. گفت من میخوام با عائله‌ام صحبت کنیم. همسرش هم گفت که هرچند میفهمم یه چیز دیگر. خلاص قصه کوتاه. ای مردم، آخر یک چیز را بدانید، پروردگار که بنده‌اش را دوست داشت به شما معما میدهد. همین شما دوست داشته ترین هستید که معما دارید. یک چی را فراموش نکنید، همین قدر میخوانیم در قصه ها ندیدیم بار بزرگ راحت دیده باشد. همه بزرگان، چه شاعران، چه علماها، چه پیامبرها، تمام بزرگان ما در زیر شکنجه و عذاب و چیزها بودند. پس اینها همه محبوب خدا بودند. ما کی هستیم و آنها کی هستند؟ ما چند پر لباس داریم، آنها چند پر لباس داشتند. بیچاره ها لباس نداشتند که عوض کنن لباس هایشان را شویند. چندین بار میگفتیم که در روی دیوان و کرسلاها خواب میکنیم، کورپه های غفص، تمام شرایط ما. بیچاره ها در یک پوستین خواب میکردند. چقدر ناز و نعمت ها داریم، باز ناشکر هستیم. یاد داره 2 سال پیش یک ویدنوا را کرده بودیم، شکر کن میگفتیم. آخر همون کمکک پیسه، کمکک پولی که داری، آرزوی هر یک قرضداری است. یا تنت سلامت، بهترین بایگری ما این سلامتی است. همین پروای سلامتی نداریم. باره هم شکر نمیکنیم، گیم پروردگارا شکر که صحت و سلامت هستم. پول و دولت و چاره یک سو استد. آرزوی هر یک بیمار است. پس این معنی آن را ندارد که کمی دشواری آمد هم زود دست به خودکشی زنیم. هم دینی هم دنیوی نه دوستان. خدا چه دوست می‌دارد که از تقدیر کشیده پروردگار تو بیرون بشوی، یعنی که تقدیر خودت را خودت با دستان خودت را به قتل رسانی. بعداً میگون که همین ما عذاب داریم، مشکلی داریم، خلق خارجه، خلق کفار چقدر راحت دارن چیگر. برادران، ای دل چی کنم خدا چونین میخواهد. ای دل چی کنم خدا چونین میخواهد. نعمت همه بر دشمن دین میخواهد، همه نعمت به دشمن دین. فرعون لعین نشسته بر تخت زرین، موسی ز خدا نان جوین میخواهد. فرعونی که یک برترین انسان بود، در قصه ها آمد، خودش را خدا میگرفت، چی ظلم ها نمیکرد، نشست در تخت زرین. اما موسی ز خدا نان جوین میخواهد. موسی پیامبر بعد از سرش حتی در خانهش یک کاسه باقی نمانده بود.
بسیار وقتهای اخیر از سبب ندانستن ما هست، از سبب آگاه نبودن ما است. آخر معما بالای کسی می آید که چون می گفتیم خداوند هیچ کس را به قدر ناتواناییش امتحان نمی کند. پروردگار انجینیر ما است، او خوب می داند هر معما مصیبت می دید که تو از عهده‌اش می برایی و شاید این امتحان باشد. و می گوییم که امتحانی است، پس امتحان باشد طاقت کن. این چی معنی آن است که مرد کی را می گویند؟ مرد آنی که در همه سختی و بلندی و چیزها طاقت می کند. این است مرد. برای هر چیز و ناچیز این فکر از سر دور کنید. پول یافت می شود، تمام چیز یافت می شود، اما این معنی آن را ندارد که شما روید دست به خودکشی زنید. خداوند نمی بخشد. روی بهشت بوی بهشت را نمی بینه. اگر که از روی دینی گپ زنیم، بسیار همین دامالله می گفتند که همین گونه است. انسانی که خودکشی می کند دغلتر اگر فهمانیم به مانند سگ می مرد گفتند. و دیگرش را خود خلاصه کنید. پس وقتی مصیبت که بالای ما آمد و یگان برگ به اجازت پروردگار نمی افتد. همه می دونیم، پرسن همه. پس معما را که پروردگار داد و حل از پسش می آید. دایما می گفتیم زندگی به مانند مادر است. گاه می زند من دشواری ها من می آرد. به خاطر اصلاح و تربیه هستیم. ما را اصلاح می کند، تربیه می کند و گاه آغوش من می گیرد چون دوست من می دارد، محبت دارد. وقتی آشکارا پروردگار گوید که من همراه صبوران هستم، صبور باش، یعنی با طاقت باش، طاقت کن، من همراه تو هم. و باز ما نمیدونیم باید چی کار کنیم. بگیم که مصیبت این طرف اون طرف، با زود دست به خودکشی فکر. باور کنید همین هفته ماه نه، دوامی 8 روز و 5 روز، 3 نفری که است اویدی همین چیز میگن ما داریم، دشواری داریم، چی کار کنیم؟ و هیچ کار، طاقت، تمام طاقت، همش میگذارد دشواری. چون گفتیم پروردگار دوستان که میدارد بالایتان مصیبت امتحان ها است. با این خاطر به همه شما ایمان قوی. باز همین خورد بودیم، یک تیریزه همسایه را می شکستیم، گویا دنیا به سرمان چاپه شده بود. همین قدر می ترسیدیم، اما بزرگ شدیم. اون معما در نظر ما یک خنده آور بود. یا یک کاری کوچکی که می کردیم در خردی برای ما چی قدر معما بود، اما بزرگ شدیم، کلان شدیم، اون معما برای ما خنده آور شد. همین منظره که شما دارید باور کنید، طاقت کنید، روز می آید باز خنده میکنه، میگید که واه من به خاطر همین یک چیزی کوچک یا که یک سره عاشقان یا به خاطر همین پچق من خواستم که خودم رو کشم از پشت همین عشق و محبت مثال، یا که میگه از پسی کمک همین پول پیسه یکی است من خواستم که دست به خودکشی زنم. میآید روزش، باور کنید میآید. برای همین طاقت کنید عزیزانم، همش خوب میشود. او دنیا را آباد کنید و برای اون دنیا هم بزید. محبت این دنیا را از خود دور بسازید. خداحافظ، خود را احتیاط کنید. دمی باشد مکن فکره، کمی راحت فراغت کن، تبسم کن، مشو غمگین، فقط شکر سلامت کن. تسلای دل خود کن اگر بدطینت رنجان، به کنج خلوت باشو خدا را ذکر و طاعت کن. ته مغز و دهن بدبو دلت را گر سیاهی کرد، جوابش را مده و
یک نفس صبر و طاقت کن. مرنج از هر جهالت دل، مرنج از هر جهالت دل، مترس از حیبت و وهمش، به آداب مسلمانی برای حق شفاعت کن. اگر یا خشک مغز خوش دماغ آبرویت ریخت، گناهت را خدا ریزد، مشو غمگین، عبادت کن. اگر نامرد و بی ناموس و بی ننگ حقارت کرد، ندادی بر جوابش مشت را، خود را ملامت کن. به ناخنهای لفظش دل خراش گر خراش دل، به گلگشت برو از بوی گل دل را طبابت کن. اگر سنگین دل سنگی مصیبت را به سویت زد، بدان این کار الله است، برو خیر و سخاوت کن. مشو غمگین بسیری عمر به حاصل روت روزه. مشو دل داده دنیا، فقط فکر قیامت کن.